عرض سلام و صبح بخیر خدمت همکاران ارجمند، اساتید محترم. 107مین جلسه مقاله‌خوانی یک شنبه بیمارستان شریعتی. بنده دکتر محمد کرمی، فلو زانو خدمتتون هستم، همراه استاد وثوقی، فلوشیپ محترم زانو. هفته گذشته براتون مطلب مدیا ریلیز رو توی توتالنی همراه با در واقع کونال پلین الایمنت رو تا یه قسمت‌های توضیح دادیم. این جلسه دوم مدیا ریلیز هست. یه ریویوی خیلی مختصر میکنیم به مطالبی که هفته پیش ارائه شد. ما یک در واقع مقاله از ژورنال آف آرتروپلاستی خدمتتون ارائه دادیم که در واقع یک 3 استپ ریلیز به صورت در واقع ریلیز دیپ MCL در استیج اول، سیمبرینوس و پوسترومدیال کپسول در استیج دوم و در واقع پای کراستینگ SMCL در استیج سوم بود که حالا ریزالت های خیلی خوبی هم از این روش حاصل شده بود. مقاله که در واقع به عنوان دوم مقاله خدمتون ارائه شد یک در واقع 3 استپ ریلیز دیگه بود که توی این پیپر هم یک استاندارد ریلیز به صورت ریلیز دیپ MCL کپسول پوسترومدیال همراه با ریداکشن اوستئوتومی پروکسیمال تیبیا بود که حالا نکته‌ای که حالا به هر حال اهمیت داشت توی این تکنیک در واقع ناحیه ریداکشن اوستئوتومی بود که به هر حال ما تو پرکتیس خودمون می اومدیم بیس پلیت تیبیا رو میذاشتیم و تریم میکردیم. منتهای امر این مقاله داره میگه ببینید که در واقع شما تایتنس مدیالتون توی اکستنشن هست یا فلکشن و بیایم هدفمندتر این ریداکشن اوستئوتومی رو انجام بدیم. حالا چیزی که توی این پیپر نوشته بود که در واقع این ریداکشن اوستئوتومی رو 2 تا 4 میلیمتر رو ذکر کرده بود که در واقع توی سایز کامپوننت تیبیای ما تأثیری نمیذاره. منتهای امر حالا تکست های دیگه علاوه کتاب هافمن رو که بنده نگاه کردم، تکنیک ریداکشن اوستئوتومی عدد 3 تا 6 میلیمتر رو ذکر کرده بود و حالا از دیسادوانتیج های این تکنیک قید کرده بود که ممکنه که حالا با لترالایز کردن کامپوننت تیبیا و آندرسایز کردن اون در واقع یک سری مشکلاتی رو به وجود بیاره، حالا چیزی که در واقع توی این مقاله ذکر نشده بود. بابت امروز ما 2 تا مقاله برای ارائه خدمتتون آماده کردیم که اینا یکی در واقع ریلیز SMCL از پروکسیمال هست و یکی ریلیز SMCL از دیستال. یک مقدار پروسیجرهای آنیوژوالی هستن، معمولا توی پرکتیس انجام داده نمیشن. من به این عقیدم که هر نیسرجنی باید کانسپت اینو داشته باشه که به هر حال این تکنیک ها دیتیلشون و این مطالعاتی که برای اینا انجام گرفته به چه صورته، چه اوتکامی حاصل شده و حالا 1% حالا ممکنه که اصلا جای در واقع مطالعه بیشتر و گسترش داشته باشند و اینکه حالا به صورت یاتروژنیک اگر آسیب در واقع SMCL رو ما داشتیم بدونیم که چه اپروچی میتونیم بهش داشته باشیم و در واقع یک کانسپت خیلی مناسبی به ما میده این 2 تا مطالعه. این پیپری که خدمتتون الان میخوایم ارائه بدیم توی آرتروپلاستی تودی چاپ شده توی کشور تایلند که در واقع کامپلیت ریلیز SMCL رو توی توتالنی آرتروپلاستی اینا اومدن انجام دادن و تا دیستال 6 تا 8 سانتی متر دیستال به جوینت لاین به صورت کامپلیت اومدن برای بالانس شدن گپ ریلیز رو انجام دادن. خب توی این تکنیک هم در واقع حالت در واقع ریلیز استاندارد به صورت در واقع کپسول و دیپ MCL و پوسترومدیال همراه با ریداکشن اوستئوتومی تیبیا در صورت لزوم برای کارکشن در واقع گپ باید انجام بشه و زمانی که در واقع یک گپ بالانس حاصل شد و
اون اختلاف مدیولترال کمتر از در واقع 2 میلیمتر بود، این اومدن گروه اسنسیل اینتکت رو تعریف کردن. گروه دوم هم زمانی که علیرغم کارکشن استاندارد یک گپ ترپزویدال باقی موند و اینا اومدن در واقع ریلیز کامل SMCL رو انجام دادن و این توی مطالعه اینا رو به اسم در واقع SMCL ریلیز در واقع گنجوندن. حالا نکته مهمی که توی این تکنیک باید مد نظرمون باشه که در واقع اینا اومدن یک مودیفیکیشنی طراحی کردن برای ریلیز SMCL، به این صورت که میان اینا قسمت در واقع اینسرشن پس رو روی اون 3-4 سانت دیستال به تیبیا توی ناحیه آنترومدیال استخوان ساق اینا اومدن حفظ کردن و این اتچمنت رو باقی گذاشتن و خیلی تاکید کردن که تو این تکنیک حتما اینسرشن حفظ بشه. بعد در واقع کاری که انجام دادن به نظر میاد شبیه اپروچ HTO بوده دیگه. کاری که تقریبا ما داریم تو اپروچ HTO انجام میدیم، استوتو میندازیم زیر SMCL رو تا اتچمنت دیستالش ریلیز میکنیم و پسانسرین رو سعی میکنیم اتصالاتش رو سالم نگه داریم، یعنی یک اسلیو مدیال برای مریض کاملا ریلیز میکنیم. اینا اومدن برای مواردی که علیرغم تمام استپ‌های دیگه ریلیز کماکان گپ تراپزویدال بوده، با روش ساب پریوستال اومدن SMCL رو کامل با حفظ پسانسرین ریلیز کردن و حالا نتایجشون خیلی جالب. بعد برای در واقع بررسی اون گپی که حالا توی مدیولترال حاصل میشه و برای محاسبه دقیق، اینا به جای که حالا منوال بیان این کار رو در واقع محاسبه کنن، از یک استرس دیوایس استفاده کردن که یک نیروی 90 نیوتنی رو وارد میکنه، به صورت استاندارد و یونیفرم و در واقع اینا اومدن رادیوگرافی های وروس والگوس رو تحت استرس پستاپ از مریض ها توی فواصل در واقع 3 و 6 ساله اینا اومدن تهیه کردن. توی مطالعه 46 بیمار شامل 59 زانو اینکلود شده که عدداشو بگذاریم. نتایجش چی بود؟ نتایجش در واقع اینا اومدن یک 16 تا زانو رو به عنوان SMCL اینتکت در واقع قرار دادن، 43 تا زانو رو SMCL ریلیز و در واقع بررسی کرده بودن، دیده بودن پری آب اونایی که SMCL اینتکت بودن یه وروس حدود 4.8 درجه داشتن و اونایی که ریلیز کامپلیت SMCL در واقع SMCL ریلیز گروپ بودن یک وروس حدوداً 15 درجه داشتن. اونایی که SMCL نیاز پیدا میکنن که من علایمت بیشتری داشتن. بعد اومدن این دستگاه تنشنر رو در واقع تعبیه کردن، یک نیروی 90 واحدی رو اعمال کردن، استرس ایکس ری تهیه شده و اومدن از دیستال ترین قسمت در واقع مدیال و لترال تا بیس پلیت تیبیا اومدن این اندازه ها رو محاسبه کردن و این اعداد رو به دست آوردن که حالا همونجوری که ملاحظه میکنید در واقع این گروه SMCL اینتکت و SMCL ریلیز توی در واقع فالوآپا توی وروس استرس تستا و والگوس استرس تستا هر دو تقریبا یک عدد 178 علایمنت 178 درجه‌ای رو به دست آوردن که در واقع چیز در واقع تارگت استاندارد هست برای ما و هر دو گروپ در واقع یک لول کلینیکال لول مشابه رو توی فالوآپ‌های میدترم و در واقع با وومک اسکور در واقع مشابه تقریبا به دست آوردن. این استرس ایکس ری ها رو چه مدت بعد عمل انجام دادن؟ اینو ننوشته بود، دوستانی هم نگاه کردم، فقط تاریخ دقیق فالوآپاشو 3 ساله و 6 ساله انجام داده بودن. 3 ساله و 6 ساله، ولی این که حالا دقیقاً بگن این اعدادی که الان تو این جدول قید شده ننوشته بودن. و هیچ بیماری از افرادی که تحت در واقع SMCL ریلیز کامل قرار گرفته بودن شواهدی به نفع در واقع چه حالا کوتاه مدت چه فالوآپ‌های بلند مدت علائم به نفع اینستابیلیتی رو نداشتن. و نکاتی که توی این تکنیک ما باید مد نظر داشته باشیم
اینه که حالا قبل از این که ما بیایم و SMCL رو به صورت کامل ما ریلیز کنیم، باید مابقی بافت های نرم کانترکتر رو در واقع ریلیز استاندارد انجام بدیم و استوفیت هایی که مدیال در واقع کپسول و MCL رو در واقع تایت کردن اکسایز کنیم و پوسترومدیال کورنر توی این تکنیک در واقع حالا بسته به شرایط بیمار که چقدر فلکشن کانترکچر داره باید ریلیز بشه یا نشه. و همونطور که عرض کردم ریلیز به صورت مودیفای شده است که ما میایم اینسرشن پس رو توی این افراد نگه میداریم. و آخرین نکته این تکنیک این بود که در واقع حتما باید ما بیایم این ریلیز SMCL رو قبل از اینکه ما چند فرکات های فمور رو بزنیم در واقع انجام بدیم. خب میدونیم که علالقاعده این کاتای کندیلای پوستریور و قسمت انتریور، حالا کندیلای پوستریور علل خصوص در واقع بون بیشتری از مدیال اکسایز میکنه و باعث میشه که در واقع این مجدد این بالانس بشه گپ ما اگر بخوایم بعد از در واقع کارکشن اکسیژن استخوانی انجام بدیم. پس یعنی گفته اول SMCL رو ریلیز کنین بعد کات پشت رو بزنین، کاتای پوستریور رو بزنیم. بله. این خب خیلی مقاله جالبیه 2024 تو آرتروپلاستی تودی چاپ شده و سعی کرده نگرانی جراحای زانو رو در رابطه با ریلیز وسیع SMCL ادرس بکنه و ببینه که آیا واقعا این نگرانی بجاست یا نه. استاد تمامی نظرتون رو راجع به نتیجه این مقاله میفرمایید. اومده 3 سال بعد از ریلیز کامل SMCL مریضا رو استرس ایکس ری گرفته و به این نتیجه رسیده که هیچ گونه اینستابیلیتی وجود نداشته، الاینمنت حتی تو استرس ولگوس هم بیشتر از 2 درجه تغییر نکرده و به نوعی شاید خواسته ریاشورنس بده به جراحا که از ریلیز کامل SMCL نترسن با این تکنیک. شما موافقین با این بحث؟ سلام. نگاه کنید ریلیز کامل استیج 4 قبل که ما میمدیم و میرفتیم و همستون رو و SMCL رو آزاد میکردیم و من یادم باشه هافمن هم هر بار که میومد ایران اون زمانها و پرزنت میکرد کیکساش رو میگذاشت. من کامل ریلیز کردم، فقط شرطش این بود که صورت اسلیبی ریلیز بشه، یعنی همه ساختشون به صورت اسلیبی. و تو HDO ها بعضی موقع کار انجام میشه وقتی میخوای ریلیز کنی سیستم، بعضی موقع یا پوزیشن کامل آزاد میشه و مشکلی پیش نمیاد تا وقتی که همه چی بالانس هست. من راستش رو بخوام مشکلی هم داریم، نتایج به نظرم نتایج عجیب غریبی نیست، فقط یه بحثی داره اینی که اول کار آزاد میکنه بعد میره روتیشن رو دکتر تمامی صداتون یه مقدار مبهمه، نمیدونم فکر کنم دستتون رو میکروفونه. صداتون نه دستم رو میکروفون نیست انصافا. خب نگاه کنید البته یه خورده فکر کنم نت من یا حالا هر چیز گپ داره، ولی بحث اصلی اینه که اول ریلیز کنیم بعد بریم روتیشن فمور رو تنظیم کنیم و پوستریور رو بزنیم. این یه کمی به نظر من خطرناک و عجیب هست، چون به هر حال یک سری از ریلیز ها اتوماتیک با زدن پوستریور، زدن در حقیقت دیستال و تغییر اسکوپ خودش انجام میشه، ولی اینکه ما اول کار بیایم استیج 4 ریلیز رو انجام بدیم که دیگه دستمون حدودا بسته است و بعد بریم روتیشن کنیم فاین تیونینگ کنیم، این یک خود فکر داشته باشه. بله دقیقاً نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم و تکنیکی که راناوات هم حالا ریویو کردیم تو جلسه یک شنبه های گذشته، راناوات هم چویسش این بود که میگفتش حتی من کات رو بر اساس گپ هم مشخص میکنم. میگفت من جیگ در واقع فورینوانم رو حتی و سایز فمور رو قبل از اینکه بخوام کاتش رو بزنم اول یه اسپیسر پشت جیگ میذارم ببینم که گپ هم به چه صورتیه و بر اساس اون میزان کاتی که از پوستیرو دارم برمیدارم رو تنظیم میکنم یا حتی روتیشنش رو میگفت تا یه حدی تنظیم میکنه. حالا میگم یه طرف طیف اونه که سعی میکنه کاتش رو کاملا متناسب با گپ تنظیم بکنه، یه طرف اینجاست که
این مقاله آرتروپلاستی تودی میاد میگه که نه، ما مثلا میایم استیج 4 ریلیز رو انجام بدیم، بعد تازه میریم کات فلکشن رو انجام بدیم. یه نکته رو اضافه کنم خدمتتون. نگاه کنید، حالا استاد تماسبی یه روشی رو داشتن که خیلی روش منطقی بود برای ریلیز، در حقیقت همین که با اسپیسر ریلیز می‌کردن و سعی می‌کردن با خوشحالات پروتوژ پرسونا که آدم می‌تونه به اسپیسر رو خیلی سریع افزایش بده. روش خیلی خوبیه. کلی از میکنم خدمتون بستگی داره که پاتولوژی زانو کجا باشه. اگر زانویی باشه که در اثر بی‌دیدی در حقیقت مدیال ما کانتکت شده باشه، این با برداشتن استوپایت ها، این همونجوری که خودتون می‌دونید ساختارهای مدیال استاتیک هستن بیشترشون، شما استوپایت ها رو که برمی‌دارید خیلی راه دادید. اما اگر پاتولوژی به خاطر در حقیقت دفرمیتی پروکسیمال کجا باشه که شما همزمان با توتالیتون دارید اسکرام انجام میدید، یعنی دقیقا میریم همون استپی که حالا میخوایم ویروس رو کار کنیم، مدیال ریلیزمون هم استراتژی آزادتر، این پاتولوژیش فرق داره. و یه پاتولوژی دیگه هم توی سیویر ویروس هست که تبلیغاتی هست که دیگه اون مریضایی هستن که پست ACL اینجوری در حقیقت دیجنریشن اتفاق میفته براشون و اونها یه پترن خاص ساختش کانترکتور مدیال. استاد تمامی عزیز، صداتون خیلی گنگه، اصلا من متوجه نمیشم صحبتتون رو. الان صدا بهتر شد؟ الان عالی شد. تا کجاشو شنیدید؟ یعنی سه پترن من سیویر مدیال رو گفتم. بله. یکیش بعد از ACL هست که ACL آدم دیجنرس و پگوداتیبیا میده. یکی دیگهش در حقیقت شما دیجنریشن در زمینه پروکسیمال تیبیا وروس و در حقیقت دیجنریشن چیز هست که سیویر اوستئوآرتریتیس هست که کسی که در حقیقت آناتومیش خیلی تغییری نکرده. اینا سه تاشون سه روش مختلف ریلیز رو میخوان. تا اینجا متوجه عرضم شدید؟ بله. اون مریضی که سیویر هست و در حقیقت آناتومی پروکسیمال تیبیاش با دیستال فنرش نورمال هست که ما میریم روتین انجام میدیم و معمولا هم بکنم همه اساتید همکاران تجربه‌ای دارن که با وجود دوباره صداتون گنگ شد. دوباره صداتون گنگ شد آقای دکتر. نمیدونم مشکل از کجاست. من الان خودمو چسبوندم به وای فای ها. نمیدونم شاید مشکل از اینترنته، ولی صداتون اکثر صحبتایی که میکنید من اصلا متوجه نمیشم. نمیدونم اگه بقیه همکاران اوکی ان لطفاً بگن، چون خیلی صدا گنگه. دکتر کرمی هم اینجا هستن. دکتر شما متوجه متاسفانه قابل فهم من چون میدونم صحبتاتون هم ارزشمنده، حیفم میاد که متوجه صحبت‌ها نمیشیم. خیلی صحبت‌ها گنگه. اجازه بدید من برم روی 4G. آره، اگر شاید کیفیت نت بهتر بشه شاید صدا بهتر شه. دکتر خلیلزاد و دکتر قربانی هم همینطور گفتن که صدا خوب نیست. خب من قبل از اینکه نظر بقیه اساتید رو هم بگیریم، به نظرم بریم اول این مقاله دوم KSRR هم ریویو بکنیم سریع، بعد یه نظر از اساتید بگیریم تا اون زمان انشاءالله صدای دکتر تمامی هم خوب بشه که بتونیم از نظراتشون استفاده کنیم. دکتر سریع این مقاله رو لطفاً بگید. این مقاله هم در واقع یک اومده کامپلیت ریلیز SMCL رو از در واقع اوریجین فیمورال مطالعه کرده توی سال 2014 تو 121 زانو که در واقع تیکه استاندارد با پورتزهای PS براشون انجام شده. از آناتومیش حالا ما بخوایم یه مقدار در واقع خیلی سریع بخوایم شرح بدیم. خب SMCL در واقع مختصر پروکسیمال و اینا رو اسلاید جدا براش گذاشتم. اینا رد کن. آناتومی رد کنیم استاد. بیا رو تکنیکش. بله. خب تو این بیماران توتال استاندارد در واقع استپ بای استپ به صورت کانونشنال هم کاتای استخوانی هم ریلیز براشون انجام میشه و تو این تکنیک نکته‌ای که داره ریلیز پیول و سیمبرینوس در واقع نباید تو این پروسیجر صورت بگیره. حالا عکس هایی رو که گذاشته در واقع اومده تو این تکنیک تشریح کرده که ما بیایم اکسپوز کنیم اوریجین SMCL رو روی مدیال اپیکوندیل فمور که حالا
توضیح داده بود یک در واقع عرض حدوداً 12 میلیمتری داره و یک استطاله از بافت فایبرو، یک فایبرو تیشو خیلی لکس وجود داره روی اون که در واقع گفته توی این تکنیک ریلیز به این صورته که میایم عرض اوریجین SMCL رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم و از پوستریور به سمت انترنیور 1/3 این ریلیز رو انجام میدیم که داریم مشاهده میکنیم توی عکس های B, C و D به ترتیب 1/3 2/3 و کامپلیت ریلیز از در واقع اوریجین انجام شده. یعنی از پوستر و انتریور وقتی زانو 90 درجه خم داریم ما ریلیز میکنیم میشه از پایین به بالا انگار. بله. در امتداد تیبیا در نظر بگیریم از پایین به بالا اوریجین فمورال ساید رو شروع میکنه به ریلیز کردن. اسمش هم گذاشته تکنیک فرم مخفف فمورال اوریجین ریلیز آف MCL. تکنیک فرم گذاشته اسمش رو و توی KSRR 2016 اینو چاپ کرده. خب و هر بارم 1/3 که ریلیز کردیم حالا ما یا با اسپیسر یا اسپریدر باید بیایم در واقع این در واقع گپ رو چک کنیم که از در واقع اوور ریلیز پرهیز کنیم. بعد همونجور که عرض کردم خدمتتون این بافت های فایبرویی که در واقع روی SMCL قرار گرفته رو توی این تکنیک گفته باید پریزرو کنیم چون اینا در واقع برای پست آپراتیو هیلینگ این بافت کمک کننده است. این همون بافت فیبرویی که ما زمانی که میخوایم در واقع آناتومیکال ترانس اپیکوندرال اکسیس رو در واقع رسم کنیم میایم متس میندازیم و ریلیز میکنیم برای که اون کویتی زیر در واقع مدیال اپیکوندی رو به دست بیاریم. ما زیر MCL رو ریلیز نمیکنیم. نه میخوایم ما اون یه وید داریم زیر مدیال اپیکوندیل که میخوایم زمانی که میخوایم در واقع آناتومیکال ترانس اپیکوندرال اکسیس رو رسم کنیم در واقع این همون تیشو هست که گفته اینو نباید تروماتایز کنیم. ولی بافت زیر MCL رو ما مت زیر MCL نه یه تیشو خیلی نرمیه در واقع رو و دیستال به مدیال اپیکوندیل. گفته اونو باید پروتکت کنید جوری نباشه که ما برای اکسپوژر بهتر مثلا رونجور بذاریم یا فوتر بذاریم کامل اکسایز کنیم. و خب طبیعتاً گفته اگر که در واقع یک در واقع آندر کارکشن مختصر هم در واقع وجود داشته باشه، منظور همون یک در واقع این بالانس 1-2 میلیمتری هم اگر گفته وجود داشته باشه شما بیاین اکسپت کنیم و در واقع از اگریسیو کارکشن بیاین پرهیز کنیم. خب طبیعتاً طبیعیه. نکته‌ای که این تکنیک داره و مهمه برای پستاپ این بیمارا هست که ریلیز توشون در واقع صورت گرفته. گفته که در واقع موشن اینا پستاپ باید به صورت پسیو باشه، ویت بیرینگشون باید از تالاریت باشه و حتما باید برای اینا بیایم MCL بریس بدیم به مدت 6 هفته تا از اینستابیلیتی بعدی جلوگیری بشه. خب یک مقدار بازتوانی و ریهابیلیتیشن بیمار رو تحت شعاع قرار میده و حالا پس رنجشو در واقع مثل CPM رنجشو پسیو و CPM در واقع به دست میاره آروم آروم و میاد و ویت بیرینگش هم در حد تحمل مشکلی نداره، محدودیتی برای ویت بیرینگ اعمال نمیکنه. ولی به مریض نکته مهمی که داره اینه که MCL بریس میده. MCL بریس میده یعنی اینکه داره بریسی میده که مدیال رو باعث استرس وروس بشه و تنشن رو از روی MCL برداره. 6 هفته میگه مریض باید MCL بریس داشته باشه. تقریبا مشابه حالتی که ما میخوایم بیمار در واقع MCLی که از پروکسیمال اتچمنتش آسیب دیده رو بخوایم درمان نان آپراتیو کنیم میایم 4 تا 6 هفته ایموبیلایز میکنیم. حتی ایموبیلایزر هم نداده، گفته MCL بریس باید باشه. بله به هر حال اون مولدی که اعمال میکنه نتایجش هم گفته. بله. بعد هر 17 تا بیمار که با این تکنیک تحت جراحی قرار گرفتن اومده توی این جدول قرار داده و حالا الایمنت پستاپ رو دارید شما مشاهده میکنید برای هر 17 تا بیمار که توی رنج 170 تا 180 درجه هست. رنج آف موشن از 110 تا 140 درجه رو دارید میبینید که توی این بیمارا حاصل شده. نی اسکور و فانکشنال اسکور مطلوبی توی تک تک این بیمارا به وجود اومده.
نکته آخر، این نکته جالبی که تو این جدول وجود داره این 2 ستون آخر هست که در واقع لکسیتی هفته های 12 و 24 رو در واقع تو این جدول قید کرده که داریم این هفته 24 هم تمامی این 17 تا بیمار در واقع ورگوس استرس تست در واقع نورمال به وجود اومده و هیچ شواهدی از اینستابیلیتی تو اینها در واقع دیده نشده. این تو جدول از جدول رو بیار. این یه توضیحی هم داره، حالا برای اینکه یه وقت احیانا توی تفسیر جدول مشکل ایجاد نشه، این یکی که نوشته گریدشه، یعنی داره میگه که توی استرس ولگوس داره میگه که ما 3 تا گرید داریم و لکسیتی ولگوس. گرید 1 وقتیه که 5 درجه یا کمتر لکسیتی مدیال داره، گرید 2 5 تا 10 درجه، گرید 3 بالای 10 درجه لکسیتی ولگوس داره و نتایجشو که گزارش کرده توی 3 ماه اول، یعنی تو فالوآپ 3 ماهه از این 17 تا کیس 4 تا کیس گرید 2 لکسیتی رو داشتن، یعنی 10 درجه زانو باز می شده. ولی وقتی که رسیده به 24 هفته، یعنی به فالوآپ 5-6 ماه رسیده، دیگه اون گرید 2 همه شدن گرید 1 و به نظر میاد که این تکنیکی که میاد از پروگزیما ریلیز میکنه هم بعد از 6 ماه در واقع مشکل اینستابیلیتی نداره. ولی خب این که توی اون فاصله قبل از 6 ماهی که یه سریاشون بالاخره لکسیتی مدیال دارن، مریض یه وقت زمین نخوره یا اتفاقی براش نیفته، چون بریس هم بعد از 6 هفته آف کرده دیگه، بریس رو بعد از 6 هفته آف کرده، ولی تا 6 ماه همه زانوها استیبل نیستن و اینکه فاصله بین 6 هفته تا 6 ماه اون مدیال لکسیتی کار دست ما نده، این خودش باز یه بحثیه که تو 17 تا کیس هم خودشو نشون نمیده. این خودشو مثلا ممکنه توی 500 تا کیس نشون بده که ببینیم چند تا از مریضا زمین میخورن یا از لکسیتی شاکیان یا رضایت بعد عملشون تحت تاثیر قرار گرفته. بالاخره اینم مسئله است. نکته دیگه ای داشته مقاله؟ اومده به هر حال تشریح کرده، حالا دقیقاً متناقض با چیزایی که توی جلسات قبل عرض کردیم. گفته تکنیک پای کراستینگ، حالا SMCL که حالا تشریح کردیم توی 3 استپ ها، گفته ممکنه یک unpredictable medial ریلیز رو به وجود بیاره و در واقع ریلیز کامپلیت بیایم مثلا از قسمت میت سابستنس یا در واقع یک جایی که غیر قابل کنترل باشه حاصل بشه. ببین در تناقض نیست. ببین جلسه قبلم صحبت کردیم پای کراستینگ یه مشکلی که داره، یه سری مقالاتی اومده که خیلی خوب بوده، نتایج عالی داشته، عارضه نداشته، ولی مشکلی که داره اینه که شما وقتی پای کراس میکنید اون لحظه نتیجه ریلیزتون رو نمیبینید، یعنی به صورت دینامیک این سوراخ‌هایی که روی MCL ایجاد میشه بازتر و لکستر میشه در طول عمل با فلکس اکستند کردن زانو. نکتهش اینه که باید جراحی که میخواد پای کراست انجام بده از اوور کارکشن و اوور ریلیز MCL پرهیز کنه. اگر ما اصرار داشته باشیم همون لحظه انقدر MCL رو سوراخ کنیم که کاملا بالانس رکتانگولار بشه، بله اون باعث اینستابیلیتی مدیال میتونه بشه و باعث اوور ریلیز میتونه بشه. ولی اگه تکنیک درست انجام بشه، استپ بای استپ مینیمال پای کراست انجام بشه، بعد سرجیکال تکنیک ادامه پیدا بکنه، اجازه بدیم یه مدت این خودش رو آزاد بکنه و با احتیاط فراوان این کار رو پیش ببریم، نه اینجوری هم نیستش که بخواد ریت بالا اینستابیلیتی داشته باشه، کما اینکه مقالاتش هم توی لیترچر موجوده. ولی اینکه آن پردیکتبل هست رو تا حد زیادی قبول دارم، یعنی قابل پیش بینی نیست. شما نمیدونی الان 5 تا نیدل بزنی 2 میلیمتر چند درجه قراره مدیالت ریلیز شه، اینو قبول دارم. واید میشه یا 6 میلیمتر. آره. بعضا اون زانوهایی که خیلی مدیال تنسه ممکنه با یه نیدل یه پاپینگ خیلی سیگنیفیکانت و یه ریلیز خیلی جای نیدل هم مهمه. یعنی بله. شما اگر باندل تایتو پیدا کنی نیدل بزنی یه تأثیری میذاره، رو باندلای شل نیدل بذاری یه تأثیر دیگه میذاره. این در زمینه پردیکتبیلیتیش بله این بحثو باید خیلی آدم دقت بکنه که خیلی باید با احتیاط پای کراستینگ انجام بشه. و حالا این چون خواسته تکنیک خودش رو تبلیغ بکنه، بالاخره بعد بقیه رو اومده مقدار نقاط ضعفش رو بولد کرده معایب حالا اپیکوندیلار اوستئوتومی و پای کراستینگ MCL رو. این جدولم آخرین جدولی بود که توی این پیپر گذاشته بودن. خب خیلی جالب بود، در واقع اومده
این تکنیک هایی که حالا اوترای در واقع به نام زانو اومدن انجام دادن، تعداد زانوها، فالوآپ، الاینمنت و اسکورینگ سیستم و رنج آف موشن در واقع پستاپ رو اومده شرح داده. حالا کارنت استادی در واقع که ما میایم اوریجین فمورال SMCA رو آزاد میکنیم تو این 17 تا بیمار. پستاپ الاینمنت 166 پلاس ماینوس 8 درجه در واقع حاصل شده. پریاپ خواهی میکنم این بوده. پستاپ در واقع الاینمنت استاندارد 180 درجه حاصل شده. وارد جزئیاتش نشیم، وارد عدداش نشیم. از مقایسه چی میخواسته بگه؟ میخواست بگه که به نسبت در واقع تکنیک‌های دیگه در واقع این نی اسکور و فانکشنال اسکور و رنج آف موشن به چه صورت بوده که حالا ما دقیق نگاه کنیم علل خصوص نی اسکور و فانکشنال اسکور خیلی پایین‌تری حاصل شده که به هر حال جالب بود. باز خوب حداقل صادقانه مطرح کرده. و حالا چیزی تکنیکی نیست که حالا ما به صورت روتین بیایم در واقع انجام بدیم، ولی به هر حال حتما باید این کانسپت وجود داشته باشه که گوشه ذهنمون داشته باشه که همچنین آپشنی هم هست. ممنون از توجهتون. خیلی ممنون. خب تا اینجای بحث من دوست داشتم نظر اساتید رو بپرسم که در مواردی که زانو ریلیز مدیال شدید نیاز داره آیا با ریلیز کامل SMCL موافق هستید یا خیر؟ و اینکه نظرتون در مورد این تکنیک فرم چی هستش که از پروکسیما ریلیز میکنه. آیا دکتر تمامی امیدوارم صدا اوکی شده باشه. یه صحبت میکنین لطفاً چک کنیم. درود. صدا خوبه؟ صدا الان ضعیفه. الان رو فورجی هستم. فورجی صدا بهتر شد ولی هنوز گنگه. من فکر کنم کلا خط شیراز مشکل برام. نمیدونم مشکل چیه. یعنی در حد مثلا 2-3 کلمه رو متوجه میشم ولی شروع به توضیح که میکنین دیگه من دیسکانکت میشم، یعنی اصلا متوجه نمیشم دارین چی میگین. یه مقدار خیلی گنگ میشه، نمیدونم چرا. من با آرومتر صحبت میکنم ببینید که گویاست، اگر نیست که حالا دیگه حساب میکنم چون واقعا یه پرسپکتیوی هستم و اینو نمیدونم خودم. اوکی. نگاه کنید راجبه در حقیقت ما داریم راجبه اکستریم ریلیز صحبت میکنیم وقتی که چه از پروکسیمال چه از دیستال ریلیز سوپرفیشیال صحبت میکنیم. ما تقریبا داریم آخرین ساختارهای رسترین مدیال رو آزاد میکنیم. نگاه کنید تو اسپورت هم مقالات متعددی اومده که آیا ما اگر سوپرفیشیال MCL رو با پایکراستینگ آزاد کنیم اتفاقی میفته یا نمیفته. اکثرا هم ما یک مدیال لکسیتی داریم خب و این مدیال لکسیتیه در حقیقت ایجاد میشه بعد از یک مدتی هم درست میشه تو همه این سیستم. اما من بحثی که داشتم میکردم راجع به اون سه تایپی که ریلیز میخواد در حقیقت این هست که این اکستریم ریلیز ها رو باید بذاریم و هیچ کدوم از این مقاله ها نگفتن چه سایت تایپی از سیویر وروس و این کار رو کردن. اگر که سیویر وروس به دنبال دیجنریشن وسیع باشه ما معمولا یک دیفکت در کندیل مدیال پلاتو داشته باشیم و استوفایت ها رو داشته باشیم. فکر کنم اکثر عزیزان تجربه مشابهی رو که با همچین کیسایی داشتن اینا معمولا با مینیمال ریلیز بالانس میشن. اگر که TGD ما سیویر باشه در زمینه وروس پروکسیمال TBI یا وروس دیستال فمور باشه در حقیقت ما با پاتمون داریم یک جوینت آبلیکویتی رو به هم میزنیم و یا جوینت دایورجنس انگلمون رو عوض میکنیم. مشکلی که ایجاد میشه این هست که بالانس رو باید بیایم سراغ سابستیتوت بونی نداریم. و یک سیویر وروسی هم داریم که صحبتی که کردم بعد از ACL اینجری اتفاق میفته و اون حالت قفل شدن پا در پوستر مدیال یا پدیدا تیبیا رو میده که این هم چیز هست یه نوع خاصی. هر کدوم از اینا یک ریلیز خاص میخوان. من کانسپت رو میارم به این سمت که سیویر سافتیشو ریلیز ما بیشتر در زمینه پروکسیمال یا دیستال فمور وروس باشه.
چون دوست داشتم راجع به تارابیچی ریلیز هم آقای دکتر وثوقی صحبت بشه که صحبت نشد. بله. خودتون میدونید آقای تارابیچی هم یک مقاله‌ای داره و اونم راجع به این که چجور در طول زمان و دیجیتالیزیشن MCL جای خودش رو عوض میکنه صحبت کرده، با MRI ثابت کرده و اونم مقاله خیلی جالبیه. رو فکر کنم 50 تا کیس MRI کردن و این رو هم باید یادمون باشه که بعضی موقع هیچ کدوم از اینا لازم نیست و شما اجازه بدید که MCL برگرده سر جای خودش، همه گپ‌ها درست میشه. اوکی هستم، چه دیستال چه پروکسیمال. فقط بحثی که داریم اینی که اگر به قول شما 6 ماه مریض باید حواسش باشه و زمین نخوره یا به هر حال این بالانس به دست بیاد، ما مریض هایی که یک کم هم تو وروز میذاریم و جوینت آبلیکویتی دارن، در طول زمان این اتفاق برای مدیال میفته که مدیال یکم لکستر میشه و اونها هم بعد از یک مدتی در حقیقت بالانس میشن. ما دیدیم مریض هایی رو که الاینمنت رو درست میکنی، یکم وروس رو نگه میداری تو کافیش و بعد مدت این درست میشه. دیگه عرضی ندارم. خیلی ممنون. بقیه دوستان اگر در این زمینه نظری دارن ممنون میشم که کامنتشون رو بفرمایید. حالا در رابطه با ریلیز MCL هم بحث در واقع نویسنده های معروف هر کدوم یه تکنیکی رو معرفی کردن. حالا از اسکودری بگیرید که همونجور که دکتر اشاره کردن این استنباط رو داره که گاهی اوقات MCL میفته پشت و ما با ریلیز کردن MCL از اتچمنت های پشت و جلو آوردنش میتونیم در واقع تا حد زیادی مشکل رو برطرف بکنیم تا بقیه تکنیک هایی که معرفی شده. ولی خب بالاخره ما تا یک گلد استاندارد برای مدیال ریلیز به نظر میاد که هنوزم فاصله داریم و کاری که میتونیم انجام بدیم این هستش که حداقل کانسپت هایی که در لیترچر وجود داره و حالا بین همکارا هست اینا رو تا حد ممکن بتونیم ریویو بکنیم و روش حضور ذهن داشته باشیم که سر عمل اگر که احیانا خواستیم تصمیم گیری بکنیم برای مدیال ریلیز یا نیاز به اپروچ های وسیع تر داشتیم بتونیم در واقع دست خالی نباشیم و بتونیم کار رو پیش ببریم. قبل از این که حالا در رابطه با آسیب مدیال در توتالی صحبت بکنیم، این در واقع مورفولوژی های مولاژی رو یه بار دیگه ریویو کنیم. گفتیم مولاژی 7 تا فنوتایپ برای وروس معرفی کرده بود. تیپ 1 نوترال اکسیس بود، تیپ 2 اینترا آرتیکولار وروس فقط داشت با یه MPTA مختصر کاهش یافته، تیپ 3 اکسترا آرتیکولار وروس بود که یا از پروکسیمال تیبیا بود یا از دیستال تیبیا بود یا از اکسترا آرتیکولار فمور بود که گفته بود تیپ 3C که اکسترا آرتیکولار فمور دارن بیشترین چالش رو ما خواهیم داشت، چرا که اینها در واقع کسانی هستن که آناتومیکال مکانیکال یا همون والگوس کارکشن انگل های آتیپیکالی دارن، والگوس کارکشن انگل های بالایی دارن و اگه با عدد استاندارد بخوایم اینا رو استفاده بکنیم منجر میشه به در واقع آندر کارکشن. و تیپ 4 از همه مهمتر که 10% کیس ها رو تشکیل میداد گفتیم که والگوید بود. اینا کسایی بودن که ریورس بوینگ فمور دارن و به راحتی اگر ما میخواستیم با یک والگوس کارکشن انگل استاندارد 5 یا 6 حرکت بکنیم اینها به سمت در واقع اوور کارکشن به والگوس میرفتن. مریض هایی بودن که علیرغم اینکه کاتای استاندارد فمور و تیبیا رو زدیم و یک توتانی پرفکت رو انجام دادیم آخر عمل مواجه میشدیم با یه زانی والگوس و نمیدونستیم که علت از کجاست. یه علتش میتونست از مورفولوژی وروس باشه که با یک والگوس با یک در واقع وروس والگوئید یا تیپ 4 این اتفاق ممکن بود بیفته. بنابراین یکی از مسائلی که ما در حین مدیال ریلیز باید بهش دقت میکردیم گفتیم که بحث در واقع مورفولوژی وروس بود که در تعیین والگوس کارکشن انگل ما تاثیر خیلی مهمی داره. یه مقاله دیگه هم توی در واقع JBJS دکتر پرویزی سال 2021 چاپ کرد که سعی کرد دوباره بیاد مورفولوژی های وروس رو همینجور توصیف بکنه به گرید A و B و C و استیج 1 و 2 و 3. گرید A و B و C رو بر اساس مورفولوژیک فیچرهای عکس ساده مشخص کرده بود و استیج 1 و 2 و 3 رو بر اساس شدت دفورمیتی پلن کورونال معرفی کرده بود که میگفت وقتی که دفورمیتی وروس ما زیر 10 بین 10 تا 20 و بالای 20 باشه استیج 1 و 2 و 3 هستش
و شواهدی که توی عکس ساده اگر میبینیم بر اساس 3 گرید تقسیم کرده. گرید A وقتی هستش که ما فقط استوفیت داریم با نروینگ جوینت اسپیس که در واقع بون شده. گرید B وقتی هستش که فلتنینگ کندیل مدیال فمور پیش میاد، دیفکت تیبیا داریم و یک متافیزیال بامپ در سمت مدیال متافیز تیبیا دیده میشه گرید B که نشون دهنده درگیری شدیدتر اینتراآرتیکولار وروس هستش و گرید C طبقه بندی پرویزی وقتی هستش که سابلاکسیشن در واقع فموروتیبیال دیده میشه همزمان با استوفیت ها و همونطور که میبینید مورفولوژی تیبیا در ناحیه پروکسیمال خودش به قدری تغییر میکنه به وروس میره که مستعد استرس فرکچر در ناحیه متافیز پروکسیمال تیبیا و تغییرات ریمودلینگ در عکس ساده در کورتکس هم دیافیزیال تیبیا و هم فیبولا میشه. خیلی باید دقت بکنیم مریضایی که کاندید توتال هستن و ناگهان ذکر میکنن که مثلا 10 سال درد شدید دارن ولی از 1 ماه پیش ناگهان دردشون بیشتر شده یا راه رفتنشون به طور ناگهانی بدتر شده، مثلا از یأسا ناگهان رفتن رو واکر یا واکر رفتن رو ویلچر، باید خیلی حواسمون باشه که تندنس پروکسیمال تیبیایی اینا رو معاینه بکنیم، MRI بگیریم از جهت استرس فرکچر متافیز پروکسیمال تیبیا اینا رو حتما بررسی بکنیم. شواهد رادیوگرافیک پرویزی توصیف کرده رو توی این عکسای متوالی ملاحظه میکنید و بر اساس این طبقه بندی میاد و در واقع 9 جور وروس رو توصیف میکنه و حتما تاکید میکنه که باید ما لوکیشن وروس رو بر اساس کورا مشخص بکنیم که در کجا قرار داره. آیا در واقع اینتراآرتیکولاره که تعریف پرویزین هستش که اگه در فاصله 3 سانتی جوینت در سمت فمورال باشه میشه اینتراآرتیکولار و اینترالیگامنتوس و اگر در فاصله 7 سانتی جوینت در سمت تیبیا باشه باز میشه اینتراآرتیکولار و اینترالیگامنتوس. علت این تعریف بر اساس این هستش که اپیکوندیل فمور 3 سانت با جوینت فاصله داره که MCL بهش وصل میشه و SMCL هم اتچمنت 6 7 سانت با جوینت فاصله داره که در تیبیا وصل میشه. برای همین تعریف داخل مفصلی رو پرویزی یه مقدار مودیفای کرده، میگه ما باید برامون این مهم باشه که اینترالیگامنتوس هست یا اکسترالیگامنتوس، که تعریفش اینه که در فاصله 3 سانتی جوینت در بالا، در فاصله 7 سانتی جوینت در پایین اگر که کورای دفورمیتی ما باشه میشه اینترالیگامنتوس. آمار مریضاش رو میاد گزارش میکنه، خیلی تعداد مریضاش بالا نبوده، در حد 70-80 تا مریض بیشتر نبوده که ملاحظه میکنید لزومی نداره که مریضی که مثلا فرض بگیرید شما استیج 1 واروس هست یعنی دفورمیتیش کمتر از 10 درجه است لزوما درگیری داخل مفصلیش خفیف باشه. ممکنه یه مریضی کمتر از 10 درجه واروس داشته باشه ولی گرید C واروس باشه، یعنی زانو سابلاکس باشه، استرس فرکچر حتی پیدا کرده باشه. و یکی از نکاتی که پرویزی خیلی تاکید کرده تو مقالش همینه که گول دفورمیتی رو نخورید. من فقط این نکته پرویزی رو می‌خواستم اینجا منتقل کنم. خودم باشم از این طبقه بندی خیلی استفاده نمی‌کنم چون به نظرم خیلی پرکتیکال نیست و تعداد کیسش هم اونقدر بالا نیست که بخواد همه چی رو کاور کرده باشه. ترجیح خودم طبقه بندی 7 فنوتیپی مولاژی هستش، ولی خب این نکته به نظرم اومد که مهمی هستش که ما بدونیم لزوما میزان دفورمیتی تعیین کننده شدت درگیری داخل مفصلی نیستش و خب فراوانیاش هم اینجا اومده توضیح داده که چه به لحاظ سافت تیشو چه به لحاظ محل دفورمیتی به چه صورتی هستش. یه توضیح تکمیلی هم در رابطه با همین بحث مدیال ریلیز گذاشتم خدمتتون که در رابطه با بحث مدیال ریلیز خب آناتومی مدیال رو خیلی باید حواسمون باشه. من سعی کردم که کتاب اینسالو، کتاب مولاژی رو، کتاب هافمنو و کتابی که دوباره اسکودری با اینسال مشترک نوشتن، اینا 4 تا کتاب اصلی هستش که روی پرایمری توتالنی نوشته شده. قسمت مدیال ریلیز همشو خوندم، همشون اول نوشتن آناتومی مدیال، یعنی باید جراح یک دیپ نالج یا یک دانش عمیق از آناتومی مدیال داشته باشه برای اینکه بخواد ریلیز مدیال موفق انجام بده. خیلی مهمه که آناتومی مدیال رو دقیق بشناسه، یعنی جراح باید بدونه که در سمت مدیال دیپ MCL چجوری وصل میشه، اتصالش به مینیسک چجوریه، جاست دیستال به کارتیلج به تیبیا داره وصل میشه و در واقع در سمت فمورال ساید اتچمنتش پهن‌تر هستش و این در واقع ظاهر دیپ MCL هست. و بقیه عناصر مدیال رو هم جراح باید آناتومیش رو دقیق بشناسه، یعنی اینکه SMCL ما یک ساختار پهنی داره و توبولار نیست.
از اپیکوندیل داره میاد به 6 سانت زیر جوینت متصل میشه، خب این اهمیت کاربردی داره. دیدیم که توی طبقه بندی پرویزی هم به این مسئله دقت کرده بود و اصلا تعریف دفورمیتیش رو که آیا اینترا آرتیکولار اینترا لیگامنتوس هست یا اکسترا آرتیکولار اکسترا لیگامنتوسه، بر اساس همین اتچمنت آناتومیک SMCL معیار قرار داده در سمت پروگزیمال و دیستال و این آناتومی در سمت پشت اهمیت بیشتری پیدا میکنه. جراح باید بدونه SMCL الیافش ورتیکاله ولی ادغام شده با SMCL و DPMCL. درست در پشت این دوتا ما پوستروبریک لیگامان یا پل رو داریم که الیافش در واقع مثلثی شکل هستن. من همیشه فکر میکردم سمی ممبرانوزوس پشت جلوش میاد پل وصل میشه، در صورت که اصلا اینجوری نیست. پل یک واسطه است بین سمی و تیبیا. سمی تا جلوی پل ادامه داره. سمی 5 تا بازو داره. اینجوری نیستش که ما خیلی ساده بیایم بگیم اگر کتر رو پشت گذاشتیم سمی آزاد شد، اگر کتر رو جلوتر گذاشتیم پل آزاد شد، اگر دوباره جلوتر گذاشتیم SMCL آزاد شد، اگر دیستالتر رو جلوتر گذاشتیم پس آزاد شد. انقدر هم ساده نیست. در واقع ارتباطی که سمی ممبرانوزوس با پل داره به این آسونی ها نیست. سمی ممبرانوزوس در واقع یک عنصریه که یک بازوی تیبیا داره، میاد خیلی هم جلو اتفاقا وصل میشه. بازوی تیبیای سمی ممبرانوزوس میاد زیر SMCL، تا زیر SMCL میاد جلو و بین سمی ممبرانوزوس و SMCL یک ساختار فن اوتی وجود داره که ما به این میگیم پل یا پوستریور اوبلیک لیگامان. بنابراین شما اگر بخواید پل رو ریلیز کنید اینجوری نیستش که کتر رو تیبیا بذارید اوکی پل ریلیز شد، یا باید سمی رو ریلیز کرده باشید کامل که برای ریلیز کامل سمی باید تا جلو اومده باشید، یا باید سافت تیشویی که بین SMCL و سمی وجود داره رو ریلیز کرده باشید. این هم خودش یه استیج ریلیز میشه. این میشه ریلیز پل. وقتی شما کتر رو تیبیا میذارید و ریلیز میکنید بیشتر دارید سمی رو ریلیز میکنید. پل اونطور نیستش که مثل سمی اتصال تاندونی مستقل به تیبیا داشته باشه. اینا بالاخره کانسپت‌های آناتومیکی هستش که هر چقدر ما این شکل‌های لاپراد رو نگاه بکنیم بازم کمه در درک در واقع پاتوژنز کانترکچر مدیال یا تایتنس مدیال. حالا بگیم کانترکچر مولاژی دعوامون میکنه، ولی در هر صورت آناتومی این ناحیه رو مولاژی هم قبول داره که آدم باید بشناسه. اینا هم در واقع بازوهای سمی هستن که در پوسترومدیال زانو وجود دارن. سمی اینجوری نیست که فقط به تیبیا وصل شه. سمی به کپسول اتچمنت داره، سمی به فمور اتچمنت داره، به تیبیا اتچمنت داره، به متافیز داره، به پل داره، به MCL داره. این شکل شاید زیباترین شکلیه که داره ارتباط آناتومیک سمی رو با پل رو نشون میده. اگر دقت بفرمایید پل سنترال آرمش کاملا میاد به سمی وصل میشه و سمیه که میاد به تیبیا متصل میشه و محل اتچمنت سمی خیلی خیلی جلوتر هم میاد اتفاقا، تا مید کورونال تا مید مدیال میاد جلو. و شما وقتی میخواید ریلیز پوسترومدیال انجام بدید درک این ساختار و آناتومی حائز اهمیت خواهد بود. من همیشه برام سوال بود این تکنیک استپ بای استپ کمپل که گفته میشه و هم اینو دوباره میان مرور میکنن از کجا اومده؟ این از یه مقاله AAOS اومده سال 2009 که خود وایت ساید نوشتتش، نویسنده مسئولش وایت سایده، که اومده در واقع در مورد عناصر کانترکچر پیدا کرده در سمت مدیال و پوسترومدیال صحبت میکنه و خب اینم شکل جالبی هستش که برای ریلیز مدیال توصیف کرده و توی این مقاله خیلی اعتقاد راسخی داره به استفاده از استئوتوم و پریوس های استریت یا کرو برای انجام ریلیز. یعنی خیلی اعتقادی نداره که ما با کوتر بیایم این کارو انجام بدیم، میاد خیلی با احتیاط با پریوس و استئوتوم این کارو میکنه. اتفاقا اسکودری هم تاکید داره که با استئوتوم ساب پریوستال باید ریلیز انجام بشه، نه اسکودری نه وایت ساید از کوتر برای ریلیزشون استفاده نمیکنن. خیلی جالبه. مولاژی تو کتابش میگه اپروچ ما به مدیال اپروچ کایزن باید باشه. کایزن یک لغت ژاپنیه به معنی بهبود یا پیشرفت، منتها پیشرفت گاماس گاماسه. و مولاژی هم میگه شما ریلیز مدیال میخواید بکنید باید گاماس گاماس خیلی تاتی تاتی برید جلو، یعنی مراحل متعدد کوچک که ریز ریز ما بیایم ریلیز مدیال رو پیشروی بکنیم توش تا برسیم به ایکوالیتی و اکویپوا. اکوالیتی و اکویپوا به معنی اینکه هم
فضای گپ مدیال و هم تنشن بافت مدیال باید با سمت لترالش به تعادل برسه. و مولاژی میگه برای اینکه ما این کار رو انجام بدیم خیلی مهمه که what to release, when to release, how much to release. چی را بدونیم که چی را ریلیز کنیم، کی ریلیز کنیم و چقدر ریلیز کنیم. و خب برای اینکه تکنیک ریلیز رو بخوایم در واقع مشخص بکنیم باید لیترچر رو بخونیم، کتابای مرتبط رو باید بخونیم که مثلا تکنیک اسکودری رو اینجا شکلش رو میبینید تو کتابش که به طور مشترک با این سال نوشته، کاملا میاد از استئوتوم و پریوست استفاده میکنه و همونجور که توی شکل وسط میبینید 6 سانت مدیال تیبیا رو از جلو تا پشت خیلی راحت در صورت نیاز میاد و ساب پریوستیال اسلیوش رو بلند میکنه و در واقع این تکنیکی هستش که اینا استفاده میکنن در موارد شدید برای ریلیز مدیال. تو مقاله AUS که وایت ساید نوشته یه جدول 2x2 معرفی کرده، میگه شما میخواید مدیال رو ریلیز بکنید نگاه بکنید به پلن ساژیتال مریض، یعنی فقط بر اساس پلن کورونال ریلیز انجام ندید. یعنی چی؟ یعنی ما 4 حالت داریم، یا مدیال ما در اکستنشن تایته در فلکشن هم تایته، یا مدیال ما در اکستنشن تایته ولی در فلکشن بالانسه، یا مدیال ما در اکستنشن بالانسه در فلکشن تایته، یا مدیال ما در فول اکستنشن بالانسه و در اکستنشن هم در فلکشن هم در واقع بالانس هستش. وقتی که ما این 4 تا حالت رو در نظر میگیریم ریلیزمون یه مقدار راحت تر میشه. توصیه که AUS میکنه از راحت ها بخوایم حرکت بکنیم، خب وقتی جفتش بالانسه که هیچی و کار انجام شد. وقتی که توی اکستنشن فقط مدیال ما بالانسه ولی تو فلکشن تایتیم، تو اکستنشن یعنی اسپیسر 10 که میذاریم میره داخل و لترال هم بازتر از مدیال نیست، خوبه، ولی وقتی میریم تو فلکشن میبینیم که مدیالمون تایته. میگه تو این موارد که فقط فلکشنتون تایته، توصیه وایت ساید ارجح مؤلفش اینه که میگه انتریور رو ریلیز کنید، انتریور اسمسیل رو یه کوچولو ریلیز کنید، دوباره بالانسینگتون رو چک کنید. اگر میبینید هیچ جوره بالانس نمیشه، یعنی شما استیجا رو انجام دادید، پستوفیت و انترومدیال کپسول و همه چی رو انجام دادید، انتریور اسمسیل هم انجام دادید، کماکان اکستنشن خوبه ولی فلکشنتون تایته، میگه دیگه فول اسمسیل رو بزنید. اعتقاد وایت ساید اینه. وایت ساید میگه شما وقتی فقط فلکشنتون تایته نیاز نیست دیگه برید پوسترومدیال رو ریلیز کنید، شما میتونید از جلو شروع بکنید و ریلیزتون رو انجام بدید. و حتما حواستون باشه هر ریلیزی میخواید انجام بدید تو پروتز PS PCL رو چک کنید. یه نکته مهمی هم میگه که همه ما تو پروتز PS اون اوایل خوندیم ولی ممکنه گاهی اوقات یادمون بره. تو پروتز PS چون داریم PCL رو ریلیز میکنیم، فلکشن رو داریم بازتر از اکستنشن میکنیم. میگه حواستون باشه وقتی PCL رو ریلیز میکنید دارید فلکشنتون رو بیشترتر از اکستنشن ریلیز میکنید. بنابراین تو پروتز PS خیلی مواظب باشید اسلوپتون رو بالا نرید. آلردی فلکشن رو دارید باز میکنید، اسلوپ زیادم بذارین ممکنه یهو فلکشن از دستتون بره. به خصوص من اتفاقی که برام افتاده تو پروتز نکست جن هستش که انتریور رفرنسه و تو پروتز نکست جن به طور خاص خیلی آدم باید دقت بکنه که با کات پوستریور فلکشن از دستش نره و یهو باز نشه. اگر که برعکسش باشه، یعنی چی؟ یعنی تو فول اکستنشن ما مدیالمون تایته ولی تو فلکشن بالانسیم، فلکشن مشکلی نداریم، فقط تو اکستنشن تایته. اینجا خب همون استاندارد میاد از پوسترومدیال پست اوبلیک لیگامان رو میزنه، ریلیز میکنه در واقع و سمی رو، بعد میاد روی SMCL و بعد میاد روی پوستریور کپسول این در واقع ریلیز رو انجام میده. ترتیبش هم خب جالبه. اینا البته میگم آدم همه مقالاتی که میخونه یکم سرگیجه میگیره چون هر کس یه تکنیکی برای خودش معرفی کرده. بالاخره کورنر استون مقاله AOS دیگه، کورنر استونی که تو کمپل و همه جا دارن بهش رفرنس میدن، خود هافمن تو کتابش به این رفرنس داده، مقاله وایت ساید 2009 AOS که من وظیفه داشتم اینجا خدمتتون بذارم و ما باید اینو به عنوان بیس قرار بدیم. مقالات دیگه ای رو که میخونیم حالا مثلا ادویجات که به غذا اضافه میشه به تکنیکمون اضافه کنیم و سخت‌ترین اینجا وقتی هستش که ما هم تو فلکشن تایت باشیم هم تو اکستنشن تایت باشیم که اینجا میاد چیکار میکنه؟ اینجا میاد میگه اول ریلیز SMCL یا داون سایز کردن تیبیال بیس پلیت و چک مجدد بالانس. اگر بالانس شد که شد، اگر نشد ریلیز پوستیرور اوبلیک لیگامان و چک بالانس
استپ بعدی ریلیز سمی ممبرانوزوس و چک بالانس. استپ بعدی چک مجدد PCL، گاهی اوقات ممکنه هنوز PCL کامل ریلیز نشده باشه. استپ پنجم ریلیز پوستریور کپسول و چک بالانس که تاکید میکنه تو مریضی که رکورواتون داره هرگز ریلیز پوستریور کپسول نباید انجام بشه. استپ 6 بعد از تمام اینها اگر ریلیزمون کماکان کافی نبود میشه ریلیز پسانسلین و چک بالانس و اگر باز هم جواب نگرفتیم کانسیدر LCL ادوانسمنت. مولاژی چی میگه؟ مولاژی میگه آقا کولاترال اصلا کانترکچر نداره، اصلا ما چیزی به نام کانترکچر کولاترال نداریم. ما در عملی که داریم مدیال رو ریلیز میکنیم باید فقط چسبندگی ها رو آزاد کنیم وگرنه MCL سالمه. این عقیده مولاژیه. میگه آقا کولاترال اصلا کانترکچر پیدا نمیکنه، اصلا شورتنینگ پیدا. خط آخر رو ببینید چقدر قاطعانه جملهشو گفته، من دقت کردم اصلا هم رفرنس نداده توی کتابش، رفرنس نداده برای این جمله، عقیده شخصیشو گفته که آقا MCL دوچار کانترکچر یا شورتنینگ نمیشود. این نظر مولاژی ها، نمیگم درسته نمیگم غلطه، میگه نمیشود و اکثر دفورمیتی ها و ایمبالانس ها را میتوان با ریلیز ساختارهای کپسولار، ریلیز کپسولار رو مشکل نداره، ساختارهای کپسولار پول هم مثلا مشکل نداره. مشکل مولاژی با ریلیز کولاتراله، میگه شما کولاترال حق نداری ریلیز کنید و ریلیز ادهیژن ها میشه بالانس کرد، نیازی به ریلیز کولاترال ها نیست. و بعد شورتنینگ چی میگن، ریداکشن استئوتومی خود TBR رو میاد معرفی میکنه و این الگوریتمیه که مولاژی تو کتابش نوشته. برای وروس زیر 10 درجه میگه اگه از فولی کولکتبل بود که اصلا توتال نیکن خیالت هم راحت، اگر پارشال کارکتبل بود احتمال داره یه ریلیز سمی ممبرانوزوس پوسترومدیال کپسول کوچولو بخواد. تو مریضایی که وروس 10 تا 20 درجه دارن باز میگه اگر فولی کارکتبل بود ممکنه با یه ریلیز کوچولوی پوسترومدیال حل بشه، بالانستون توتال نیکنید تمام. اگر پارشالی کورکتبل بود و لترال لاکسیتی داشت اینا احتمال داره که مدیال لترال این بالانسشون بعد از ریلیز پوسترومدیال ادامه پیدا کنه. مولاژی ببینید اصلا حرفی از ریلیز SMCL نمیزنه ها، فقط میگه پوسترومدیال و سمی ممبرانوزوس، اصلا نمیگه شما باید MCL رو ریلیز کنید. بعد میگه اگر شما استوفیت برداشتید و کپسول انترومدیال و پوسترومدیال رو ریلیز کردید و سمی هم ریلیز کردید، جالب کلمه پول هم تو ریلیزاش هیچ وقت نمیگه، میگه ریلیز پوسترومدیال کپسول و سمی. از نظر واژگان دقیق ترین به آناتومی همین حرفای مولاژیه ها. من کاری ندارم اعتقاداتش درسته یا نه، اینکه کلمه پولو نمیاره به خاطر اینکه میدونه پول اصلا به تیبیا وصل نمیشه، پول به سمی داره وصل میشه. ما سمی رو داریم ریلیز میکنیم نه پولو، پوسترومدیال کپسول رو داریم ریلیز میکنیم و سمی رو. بعد میگه اگر با این پوسترومدیال کافی نبود دیگه همه میدونیم دیگه مولاژی اعتقاد داره که باید بریم سر چی، ریداکشن استئوتومی و گاهی اوقات اسلایدینگ استئوتومی. البته بین 10 تا 20 درجه به سمت اسلایدینگ معمولا نمیره. تو مریضایی که وروس بالای 20 درجه دارن مولاژی میگه که در هر صورت شما پوسترومدیال رو که باید ریلیز کنید و سمی رو به اضافه ریداکشن استئوتومی هم باید بکنید. اگر بازم این بالانستون ادامه پیدا کرد اسلایدینگ استئوتومی مدیال اپیکوندیل باید انجام بشه که اگر حضور ذهن داشته باشن همکارا، گفتیم تو مقاله خودش که 2022 مولاژی چاپ کرده میگه از همه بیشتر کجا نیازه به اسلایدینگ استئوتومی اپیکوندیل؟ توی تیپ فنوتیپ 3C که گفتیم اکسترا آرتیکولار از فمور وروس داریم و والگوس کارکشن انگلای بالا داره، 8-9 درجه به بالا داره. میگه تو اینا احتمال این که نیاز به استئوتومی اپیکوندیل باشه زیاده، چون که اصولا کندیل مدیال هایپوپلاستیکه. اصلا پاتوژنز ما اینه که اپیکوندیل ما هستش که جاش درست نیست و رفته بالا. اپیکوندیل بالاست، ما سعی میکنیم بیافتیم به جون MCL که مدیال رو ریلیز کنیم. مولاژی اعتقاد داره تو فنوتیپ تیپ 3C که اکسترا آرتیکولار فمور داره و کندیل مدیال هایپوپلاستیکه و والگوس کارکشن انگلای بالا داره، شما نباید به جون MCL بیفتی. شما یه پوسترومدیال ریلیز میکنی، یه ریداکشن استئوتومی میکنی، اگه شد، اگه بالانس نشد اسلایدینگ استئوتومی اپیکوندیل باید انجام بشه. به خصوص توی فنوتیپ 3C تاکید داره که از همه بیشتر ممکنه نیاز به این تکنیک پیدا بشه و خود مولاژی تو کتابش میاد کرایتریاهای وروس ات ریسک رو معرفی میکنه که میگه 5 تا کرایتریای وروس ات ریسک ما داریم. 1 دفورمیتی شدید، مثلا تو این مریضش 34 درجه است، کلا بالای 15 درجه. 2
JLCA بالا یعنی لترال توی تری جوینت باز شده. 3 لترال سابلاکسیشن تیبیا. 4 بوینگ شدید فمور، یعنی جالب اون زمانی که داشته 20 سال پیش کتابشو مینوشته یه نیم نگاهی به فنوتیپا داشته ولی هنوز خودش خبر نداشته که 7 تا فنوتیپ داریم. اینو بعداً فنوتیپا رو مشخص کرده. ولی خب بوینگ فمور رو همون موقع هم به اهمیتش پی برده بود مولاژی که بوینگ فمور عملو سخت میکنه. بوینگ فمور توتال را سخت میکند. ما باید از بوینگ فمور آگاه باشیم. و دیفکت مدیال. این 5 تا کرایتریای وروس اتریکس مولاژیه که میگه وقتی کسی این 5 تا رو هر کدومش رو داشته باشه احتمال این که با زانوی کج بیاد بیرون، یعنی با مال الاینمنت بیاد بیرون طبق کانسپت مکانیک زیاده. اینم پس کانسپت مولاژی. کانسپت اسکودری رو گفتیم، مولاژی رو گفتیم، وایت ساید هم که AUS گفته بود گفتیم. کانسپت هافمن چیه؟ هافمن میگه آقا گرید 1 ریلیز یعنی کپسول مدیال و دیپ MCL رو ریلیز میکنیم، 1 تا 2 میلیمتر آزاد میشه. استوفیتا هم باید همینجا برداریم که بر اساس استوفیت ممکن ریلیز اون بیشتر شه. این میشه گرید 1. گرید 2 طبق هافمن ما اگه بخوایم یک در واقع نامنکلچر یا ترمینولوژی مشترک داشته باشیم خیلی این هافمن قشنگ گفته. گرید 2 وقتی هستش که ما فقط به خصوص توی اکستنشن تایتنس داشته باشیم میاد و چیکار میکنه؟ پوسترومدیال تیبیا رو ریلیز انجام میده و هر 5 سر جالبه ریلیز هر 5 سر سمی ممبرانوزوس، پوستریور اوبلیک لیگامان و پشت SMCL که 2 تا 4 میلیمتر میتونه گپش رو باز کنه. در گرید 3 ریلیز وقتی که هم فلکشن و هم اکستنشن تایت باشن میاد انتیرور پارت SMCL رو ریلیز میکنه که این ممکنه نیم سانت زانو رو باز کنه. و گرید 4 ریلیز وقتیه که علیرغم همه ریلیزا اکستنشن ما تایت باشه و خیلی نادره، بیشتر تو کیسایی که به شدت اکستنشن کانترکچر داشته باشن ممکن استش که اتفاق بیفته. تو این موارد میگه که میایم و پسانسین رو آزاد میکنیم. ما هیچ وقت نباید تو مریضی که فلکشنش تایته پسو آزاد کنیم این مال مریضیه که اکستنشنش به شدت بعد از همه ریلیزا تایته. این میشه گرید 1 تا 4 در واقع هافمن که توصیف کرده. البته هافمن رفرنسش رو من چک کردم، به وایت ساید رفرنس داده، وایت ساید همچین طبقه بندی رو نگفته، عملا خود هافمن اینو گفته که گرید 1 میشه استوفیت و دیپ MCL، گرید 2A میشه استوفیت و دیپ MCL به اضافه سمی و پوسترومدیال کورنر. 2B میاد رو SMCL وقتیه که چون اکستنشن ما در واقع تایت نیست، فلکشن فقط تایت دیگه نمیره پوسترومدیال، میاد رو SMCL. 2A و 2B رو به خاطر همین 2 در نظر گرفته چون اینا در ادامه هم نیستن. 2A وقتیه که شما اکستنشنتون تایپ پوسترومدیال رو ریلیز میکنید، اگر فلکشنتون تایپ سوپرفیشال MCL جلوشو میاد ریلیز میکنید. گرید 3 وقتیه که اینا رو با هم همشو انجام میدید. گرید 4 وقتیه که پسانسرین هم اضافه میشه. خب سعی کردیم توی این جلسه یه مرور کلی داشته باشیم، هم روی نظرات افرادی که در واقع به عنوانی شاید بشه گفت پدران توتال نی آرتروپلاستی هستن و تکنیکایی که دارن اینا برای مدیال ریلیز استفاده میکنن، و هم این که تکنیکایی که جدیدتر داره مطرح میشه به عنوان ناول تکنیک، از پای کراستینگ گرفته تا تکنیک فرم برای ریلیز پروگزیمال SMC و یه دید کلی روی لیترچر داشته باشیم. میگم تکنیک‌های دیگه‌ای هم بود که فرصت نشد اینجا ارائه بشه، مثل تکنیک تاراویچی که دکتر تمامی ارائه دادن و اسکودری که خب خیلی شبیه هم هستن. انتهای جلسه رو من گذاشتم برای اینکه ببینیم اساتید برای مدیال ریلیز تو توتالای خودشون چه اپروچی رو استفاده میکنن و بیشتر کدومی که از اینا رو در واقع رعایت میکنن یا اینکه خودشون اپروچ دیگه‌ای رو برای مدیال ریلیز استپ بای استپ انجام میدن. آقای دکتر قربانی شما هم نظرتون رو در رابطه با مطالب امروز و هم پرکتیس خودتون رو در ریلیز مدیال لطف می‌کنید بفرمایید. سلام عرض می‌کنم، صبح همگی بخیر. سلام. من با اون نظرات های دکتر تمامی خیلی موافقم که شما باید ببینید که اون ارزم بزرگ شما با چه نوع زانویی درگیر هستین. این زانوهایی که ارزم بزرگ شما DJD اینا دارن و استوفیت دارن، شما با خیلی وقتا با برداشتن اون استوفیت و علیرغمی که دفورمیتیتون خیلی شدیده اصلا قضیه حله و خیلی نیاز به ریلیز نخواهید داشت. من خودم حقیقتا به سوپرفیشیال MCL خیلی دست نمیزنم. گاهی وقتا اگر مجبور بشم 1-2 تا نیدل در محل چسبیدن تیبیال اتچمنتش که حالت فن شیپ داره اونجا میزنم، چون از پروگزیمال و میدسبسنسش به شدت میترسم
خب چون اون پروزیمال زدن به نظرم یا این میدسپسن زدن یه دفعه ممکنه که یه پاپینگی رخ بده و عرضم به حضور شما یه دفعه فلکشن شما کاملا یه از کنترل خارج بشه. و یک نکته که وجود داره اینه که وقتی که شما سوپرفیشیال MCL تون رو ریلیز میکنید فلکشن شما به شدت به نظر من باز میشه و ممکنه شما برین توی فلکشن کنترکشن، یعنی شما کاتای تیبیات رو زدی، تموم کردی، رفتی عرضم به حضور شما فورین وانت رو زدی و حالا که میخوای بیای سوپرفیشیال MCL ریلیز میکنی یه دفعه فلکشن باز میشه، اکستنشنت همچنان کنترکچر باقی مونه، مجبور میشی پلی ضخیم‌تر بذاری که بری و آدم در آخر عمل توی فلکشن کنترکچری هستش که اصلا دلش نمیخواد. و من از این اینستابیلیتی های حین عمل خصوصا وقتی سوپرفیشیال چون بعضی وقتا اتفاق میفته شما یه دونه نیدلم که میزنی یه دفعه عرضم بزرگ شما خیلی باز میشه. به اون خاطر من خیلی با احتیاط میزنم ولی باز حتما خطا خواهم داشت و من تا اونجا که بشه حقیقت سعی میکنم از این تکنیک آقای تراویچینو استفاده کنم و به سمت آزادسازی. من این حرف آقای مولاژی به نظرم خیلی حرف درستیه که میگه کلاترال کنترکشن نیست، اون بافتای اطرافش هستن که کنترکت هستن. عرضم به حضور شما من خیلی به سمت خود آزادسازی سوپرفیشیال MCL تا حد امکان نمیرم. خیلی ممنون. نکته خیلی مهمی رو اشاره کردین و اون این که وقتی ما SMCL رو میایم ریلیز میکنیم فلکشنه یهو باز میشه ولی اکستنشنه ممکنه کامل باز نشه که حالا علتی که به ذهن من میرسه شاید پسانسرین یه مقدار مقصر این قضیه باشه، شاید هم حالا بقیه بافتایی که این نکته که هست شما وقتی که به سمت ریلیز پسانسرین و سوپرفیشیال MCL اینا میرین آخر عمل شما یک زانوی لق خواهید داشت اصلا. چون من چند تا از عملهای خود آقای هافمن و سر عمل بودم که پریوس میندازن مثلا همه چیز اونجا آزاد میکنه. اولا شما پولید میره بالا، یعنی زیر پولی 17 اینا دیگه اون موقع نمیذاشت، همه پولیای خیلی سایز بالا اینا مجبوری بذاری. یک دومی که آخر عمل زانوی لقی داری، حالا اینا میگن که شما بریس بدین، با بریس به مرور چیز میشه اون برطرف میشه ولی ممکن هم هست برطرف نشه. و اون چند 6 ماه اول یا 6 هفته اول که فرمودین که باید مریض احتیاط کنه زمین نخوره خیلی مهمه. معمولا اکثر عوارض ما همون دوره پستاپ هات رخ میده. بله. شما موردی داشتین که با ریلیز مثلا گرید 4 بعد عمل خوب نشه؟ برای خودم هم سوال، چون مقالات خیلی تاکید دارن که همه خوب میشه ولی نمیدونم واقعا. من واقعا الان چند تا مریض دارم خب اینا دفورمیتی های شدید داشتن، مجبور شدم اینا رو یه ذره ریلیز بیشتر بکنم. اینا الان همشون تقریبا میان شاید بالای 1 سال از عملشون گذشت. بله صداتون قطع شد. و اینا از درد صداتون قطع و وصل میشه، نمیدونم چرا. صدای دکتر قربانی رو از دست دادیم. دقیقا همون جایی که من یه بار دکتر قربانی یه بار من صداتون رو قطع و وصل میکنم، اگه امکانش هست این قسمت آخر رو دوباره بفرمایید. صدای منو دارین آقای دکتر؟ میکروفونتون فعاله. میکنم دکتر دارن کامنت میدن الان صدای من احتمالا ندارن. آقای دکتر قربانی صدای منو دارین؟ خب حالا تا دکتر قربانی صداشون اوکی بشه، آقای دکتر رضایی شما اپروچتون رو میفهمین؟ آقای دکتر رضایی میکروفونتون فعال هست. سلام دکتر، صبح شما بخیر. سلام، صبح شما بخیر. خیلی ما استفاده کردیم از مثلا ارائه خیلی زیباتون و راست میخوایم منم همین صحبت‌های دکتر قربانی رو تایید میکنم. واقعا سعی میکنم اون ریلیز خود MCL رو دیگه بزنم آخرین مرحله وقتی کاتا رو زدیم
همه کار کردیم با باز هم مدیالمون تایته اونو انجام میدیم. یعنی اون کاری که خود ما میکردیم که نکته که توی فلکشن MCL رو آزاد میکنیم، همونجور خودتون فرمودید انگار اثرش روی ممکنه شما توی اکستنشن اگر آزاد بکنید بعد یه دفعه فلکشن خیلی گشاد بشه. این لامین اسپریدر میگذاشتیم، یه چند تا سوزن میذاریم و یه خونه بازش میکردیم و اولی حتما این کار توی فلکشن انجام میدیم. پس شما یعنی پایکراست رو باش مخالف نیستی؟ نه، ولی راستش بخواید من خودم یعنی این چیزی که الان انجام میدم این کاری بود که فلاژی انجام میدم. نحوه کاتایی که میزنیم روی میزان ریلیز تاثیر میذاره. شما اگه توجه بفرمایید اینا که کینماتیک کار هستن کات تی بی هاشون رو توی 84 میزنن. یعنی من با دکترم سرمد رفتم و اصلا وقتی کات توی مثلا ویروس میزنی تی بی رو نیاز به ریلیز هم پیدا نخواهی کرد. کاری که من الان انجام میدم این که دیستال اون والگوس کاتینگ انگلمو 5 درجه میزنم و وقتی که حالا توی 90 نزنی یعنی adjusted mechanical alignment باشی، کات دیستال فمور توی 92 باشه، یه مقدار ویروس از فمور بمونه، نیاز به ریلیزت هم کمتر خواهد شد. یعنی من الان احساس میکنم که خیلی کمتر پیش میاد برام که حتی تو سیویر ویروس ها برم یه MCL رو سوزن بزنم. بله. یکی از در واقع حالا تز یکی از رزیدنت هامون هم بود، یکی از چیزهایی که قبل از عمل میتونه به ما هشدار بده که احتمال داره این مریض ریز مدیال زیاد بخواد، جالبه که MPTA پایین نیست، LDFA هستش، LDFA بالا. LDFA بالا اینو ما از آماری بررسی کردیم، واضحاً و قویاً با استیجای بالای ریلیز همراهی داره. یعنی مریضی که قبل از عمل، فرض کنید 2 تا مریض جفتشون ویروس 15 درجه دارن، یکیشون همش از MPTA یکیشون همش از LDFA. اونی که همش از LDFA هستش احتمال اینکه ریلیز مدیال بخواد خیلی بالاست، که خب مولاژی خیلی قشنگ اینو استنباطشو گفت دیگه، به خاطر اینکه احتمالاً این هایپوپلازی کندیل مدیال دارن، اپیکندیلشون بالاست. و در هر صورت حالا ما قبل از که این کانسپت مولاژی رو اصلا پیدا بکنیم با خودمون اینجوری مسئله رو حل کرده بودیم که اونایی که LDFA شون بالاست اکثرا هم والگوس کارکشن انگلشون بالاست، شاید بهتر باشه برای اینکه دوچار گرید 4 ریلیز مدیال نشیم از اول مثلا والگوس کارکشن انگل مریض اگر 9 ما با 7 یا 6 بریم، یه مقدار 2-3 درجه ویروس رو قبول بکنیم که دیگه اون همه ویروس مدیال رو مجبور نشیم انجام بدیم. حالا مولاژی اینو قبول نداره، مولاژی میگه که آقا شما نباید برید تو ویروس، همون 90 بیاید بیرون ولی استوتومی اپیکندیل رو انجام بدید. بالاخره اینا میگم کانسپت‌های متفاوتی هستش که در این زمینه وجود داره. آقای دکتر قربانی در خدمتتون هستیم، ادامه صحبتتون داشتین، تجربه کیساتون رو میفرمایید. باشه، من یه نکته هم در رابطه با این اسلایدینگ استوتومی خدمت شما عرض کنم. من خیلی دلم می‌خواسته که این اسلایدینگ استوتومی رو حالا برای مریضای والگوس چندین بار انجام دادم، خصوصا اونا که زانوهای درشتی دارن و به نظرم نتیجهش هم خیلی خوبه، ولی برای این زانوهای ویروس چون اکثرا مریضای ما زانوهای استوپوروتیک کوچیکی دارن، من هر چقدر سعی کردم که بخوام این کار انجام بدم میبینم که این اپیکندیل کاملا دیگه به اون دیستال چسبیده و چیزی نداره. یعنی اگه آدم وقتی اگه میخواد یه موقع استوتومی بکنه یه دفعه میبینه نصف کندیل از بین خواهد رفت و اصلا خطر شکستگی و اینا هستش. حالا من نمیدونم والا این تکنیک آقای مولاژی که مثلا این کار انجام میده به چه صورت انجام میده که عرضم بزرگ شما عارضه ایجاد نمیشه. من این مریضای خودمون خیلی دقت کردم که بتونم بخوام انجام بدم. برای مریضای آقا اینا میشه، یعنی اون به نظرم مشکلی نیست، ولی مریضای خانم زانوهای کوچیکینا این اپیکندیله اصلا درست چسبیده به کات شما. بله. درست چسبیده به کات شما و وقتی اگه شما بخواید این کار انجام بدین به نظر من نصف کندیلتون از بین میره. حالا این یه نکته دوم که در رابطه با اون مریضام که عرض میکنم این مریض دارم که میان درد دارن و من در معاینهشون این استابیلیتی واضحی وجود نداره ولی مریض ناراضی هستش. همه بررسی هم من کردم، لحاظ ستون فقرات، اینفکشن، نمیدونم حتی آسپیره کردم، ولی همش خودم فکر میکنم نکنه این مریض مال اون ریلیزی هستش که بیش از اندازه انجام دادیم و هنوز برام مبهمه دیگه واقعا. بله. حالا من اینو میرم تو نخش ببینم که سرجیکال تکنیک
مولاژی رو فیلمش رو میتونم جایی پیدا بکنم یا ریز جزئیاتش رو میتونم جایی پیدا بکنم یا نه؟ اینم نکته. چون حالا شما هم تو مریضای خودتون تست کنید ببینیم این خصوصا اونا که کندیل مدیالشون ور داره، این اپیکندیل اصلا شما چسبیده به کات شماست. یعنی شما وقتی که میخواین اصلا بزنین باید مراقب باشید که اپیکندیل رو صدمه نخوره. آره این تکنیک استوتومیشو من الانم خیلی دلم می‌خواسته انجام بدم ولی از ترس شکستگی انجام ندادم. البته یه نکته‌ای هم هستا، الان مولاژی تو کتابش که اپیکندیلار استوتومی رو میگفت، این الگوریتمی که اینجا الان گذاشتمه که میگه آقا شدید بود برید به سمت استوتومی اپیکندیل. اون چیزی که تو مقاله 2022 خودش داره میگه یه مقدار متفاوته. تو مقاله 2022 میاد سلکتیو استوتومی اپیکندیل رو توصیه میکنه. تو مریضایی که تیپ 3C هست فنوتیپ ویروسشون، خب اینا اصلا پاتوژنزشون اینه که اپیکندیل بالاست. یعنی استنباط مولاژی اینه که میگه اینا اپیکندیلشون بالاست و تو اینا خیلی خوبه که آدم انجام. شاید اتفاقا همین مطلبی که شما میفرمایید در ادامه حرف مولاژی باشه که ما چک بکنیم اگه اپیکندیل پایینه این آدم دیگه شاید سودی از اسلایدینگ استوتومی نکنه و اونایی بیشتر شاید سود بکنن که محل اپیکندیل اصلا بالا قرار گرفته و اون جزئی از پاتوژنز ویروس هستش. درسته، این حرف خیلی درسته به نظر من. اینم شاید یه راه حلی باشه که توی این چالش بتونه کمک بکنه. ما خودمون اسلایدینگ استوتومی هیچ وقت نکردیم ولی اون اوایل که نکسچن اومده بود چند مورد داشتیم که در واقع موقع گذاشتن اسپیسر اپیکندیل اواز شد. واقعیتش یه 4 یا 5 مورد داشتیم که اپیکندیل اواز شد، خیلی قشنگ درشت قطعه اپیکندیل موقعی که اسپیسر نکسچن رو می‌خواستیم بذاریم اواز شد. مثلا یه شاید 6 سال پیش 7 سال پیش که اینا رو چون دیگه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بودیم، مریض عملا استوتومی اپیکندیل شده بود، اپیکندیل رو یکم می‌آوردیم پایین‌تر و پیچو می‌ذاشتیم. خب اون مریضا هیچ کدومشون مشکل پیدا نکردن، یعنی اپیکندیل جوش خورد و مشکل اینستابیلیتی مدیال پیدا نکردن. البته من نیومدم رضایت عملا رو مکتوب کنم ببینم از عددی واقعا میانگین رضایت عملشون چجوریه، ولی به نظر میاد این اسلایدینگ مدیال کندیلار استوتومی یا اپیکندیلار استوتومی چیزیه که شاید بهتر باشه یه مقدار بیشتر روش دقیق بشیم. شاید توی گروه خیلی سلکت شده ای از مریضا واقعا بتونه به دادمون برسه و پاتوژنز زمینه‌ای رو بتونه برامون اصلاح بکنه. استاد جابری صحبت‌های پایینی رو در خدمتتون هستیم. سلام عرض می‌کنم و تک هوم مسیج این جلسه گرفته شد رو دکتر قربانی جمع کردم که میشه به این الگوریتم اضافه کرد. وقتی رسیدیم به آخر الگوریتم مولاژی بیماری که مناسب اسلایدینگ مدیال فمورال کندیلار استوتومی هستن انجام بشه. برای اونا که مناسب نیستن بریم برای ریلیز سوپرفیشیال MCL، البته با احتیاط، چون بعد از اون ریلیزا احتمالا مریض بریس میخواد و تو فاصله که بریسینگ پیدا میشه تا این بریس ازش جدا بشه احتمال هر مشکلی در این بیمار هست. و اینکه از اصل رو بر بون کاتا بذاریم اگر ما مکتب مکانیکال داریم کار میکنیم و سافت تیشو ریلیز یه تیونینگی برای بون باشه و اول عمل پیشرفت نکنیم به ریلیز زیاد که بعد نمیتونیم جمعش بکنیم. متشکرم. خیلی ممنون. اگر که هر کدوم از همکاران نظری کامنتی دارن ممنون میشم دستشون رو بالا بگیرن که استفاده کنیم. از همه دوستان و اساتیدی که تشریف آوردن تو این جلسه و به خصوص با کامنتاشون ما راهنمایی کردن و جلسه رو پربارتر کردن تشکر میکنم. از آقای دکتر کرمی که زحمت لیترچر ریویو برای جدیدترین تکنیک‌های ریلیز مدیال رو کشیدن تشکر میکنم. تا یک شنبه آینده روز و هفته خوبی رو برای همگی آرزو میکنم. خدا نگهدار.